سلام به همه دوستداران داستان‌های واقعی و پرونده‌های جنایی مرموز. امروز قراره که یکی از عجیب‌ترین و کمتر شنیده شده ترین پرونده‌های جنایی رو با هم بررسی کنیم. پرونده‌ای که نه پلیس، نه رسانه‌ها و نه حتی مردم عادی جرئت ندارن خیلی در موردش حرف بزنن و حتی ساختن این ویدیو هم کار هر کسی نیست. در یک شهر کوچک و آرام، مردی به نام آرش ناگهان ناپدید میشه. اما ناپدید شدن آرش فقط یک حادثه معمولی نبود. چند روز بعد پلیس در خانه او چند نکته عجیب پیدا کرد که همه چیز رو پیچیده‌تر کرد. یک دفترچه کوچک با نوشته رمزگونه، یک نقشه قدیمی که قسمتی ازش پاره شده بود و یک جعبه کوچک که هیچ کلیدی برایش پیدا نشد. با بررسی‌های بیشتر معلوم شد آرش درگیر یه ماجرای تاریک و خطرناک شد. داستانی که به یک گروه مخفی در شهر مربوط میشد. گروهی که گفته میشد پشت پرده بسیاری از اتفاقات مرموز و حتی جنایات سریالی پنهان شدن. اما عجیب ترین قسمت ماجرا اینجاست. بعد از ناپدید شدن آرش، هر کسی که به پرونده نزدیک میشد اتفاقات غیر قابل توضیحی براش رخ میداد. تهدیدهای ناشناس، حملات سایبری و حتی ناپدید شدن افراد دیگر. همه اینا باعث شد پرونده به یه معمای حل نشدنی تبدیل بشه و عملاً به فراموشی سپرده بشه. اما آیا واقعاً همه چیز تمام شده؟ آیا این گروه مخفی هنوز در میان ما هست؟ و راز دفترچه رمزگونه چیه؟ اگه دوست داری بیشتر راجبش صحبت کنم، فالو کن.